عرض سلام. شیلبری پنوماتیک فستو 16 کاناله که با پروتکل پرفیواس کار میکنه. طریقه پیکربندیش رو با کنترل 810D رو انجام میدیم. فعلا فقط سخت افزارش رو بستن، این تغذیه بهش دادن و در واقع پرفیواس دیپی رو نصب کردن. یه سمت کنترل و یه سمت هم به هم که اینجا قسمت بازش هم داریم مشخصه، پرفیواس دیپی مونه و این قسمت پیکربندی آدرس سخت افزاری مونه. این پی آی آدرس ظاهری شیلبری، قسمت تغذیه ورودی و خروجی که میره سمت اکسپنشن بخوایم بهش اضافه کنیم. حالا پیکربندی سخت افزار انجام میدیم توی قسمت هاردور. این تو قسمت X2DP باید مدل CPU مون 2DP باشه که بتونه در واقع ماژول پرفیواس ها رو ساپورت کنه. رایت کلیک میکنیم، اد مستر سیستم رو میزنیم، یه واسه مستر سیستم برامون ساخت. میریم اینجا مدل شیلبری رو میزنیم. مدل شیلبری ما CPV 14 DI01 میگم CPV DI01. سرچ همین مدل رو برای من آورد. اگه نداشته باشه تو این قسمت باید جی استفایدهش رو از اینترنت دانلود کنید و توی هاردورتون اد کنید. اینو من میارم توی این قسمت. آدرسی که من بهش دارم اینجا 11. طریق آدرس دادنش هم مشخصه. این قسمت 1 تا 7 قسمت پایین. این قسمت 1 1 2 2 3 میشه آدرس 4 4 میشه 8 5 میشه 16 6 میشه 32 و 7 میشه 64. اینجوری میتونه آدرس بدی. حالا من این آدرس 2 رو فعال کردم و با 4 میشه آدرس واسه آدرس 10. دقیقا به همین شکل باید کانفیگ کنید. و تو این قسمت هم 11 دارم. اینجا میام 11 رو تایپ میکنم، 11 اوکی. و تو این قسمت خروجیمو میتونم عوض کنم، چون توی سخت افزار کارت آی او دارم. خروجی Q0 هم مشغوله. اینجا میزنم 50 شروع کنه. 2 تا بایت 50 و 51. یه سیو، یه کامپایل، نه دانلود. دانلود شد. ران میخوام با ران بشه. حالا این میبینی کاملا رانه. پاورش باید کاملا سبز بشه. یه آدرس بهش میدیم. میام تو این قسمت رایت کلیک میکنیم، مونیتور مودیفای، استوپس یک بار ریستارت میکنیم. منتظر میشیم یه بار ریستارت شد و پیکسل من ران. میام تو این قسمت
مانیتور رو میزنم، فعال میکنم، کاملا رانه. اینجا خروجی اول 1 میکنم، 1 شد. اولین خروجی پنوماتیک من باید بگیره. خروجی دوم فعال میکنم، 1. خروجی دوم فعال شد. خروجی سوم 1. 3 تا خروجی فعال، اینجا هم 3 تا خروجی داره. با این شیوه ها وایرینگ به حداقل میرسه. بندیش هم با سخت افزار پروتکلش هم پروفیباس صفر صفرش کردم.